میاد شلوار تنگ میپوشه که استخوناش پیداست. مثل اون جوانی که من دیدم یه پیرن پوشیده بود، خدا شاهده عکس جمجمه مرده با 2 تا استخون زبدری روش چاپ شده بود. بهش گفتم آقا ببخشید بیا. گفت بله. گفتم مرده شوری؟ گفت نخیر آجا. گفتم کفن فروشی؟ گفت نخیر آقا. گفتم قبر کمی؟ آقا یعنی چی؟ گفتم تو یه ارتباط با قبرستون داری، یا نشکشی یا تابوت سازی. گفت یعنی چی؟ آخه چیه توی پیرانه؟ حالا هم که میخوای خود نمایی کنی باشی کجا قشنگه، حال کن، عشق کن. گفتم با جمجمه مرده عشق میکنه؟ ای چیه؟ یا جوون مرد بیاد پیر ابرو برداره، واقعا در شأن یه مرد هست خودشو به دختره درست کنه؟ زنده باد خروس، زنده باد خروس. به خدا اگه این خروس 10 میلیون تومن پولش باشه حقشه. زنده باد خروس. میدونی چرا؟ چون خروس حیوانه ها، ولی با حیوانیش دمش کرد، آبرو هرچه مرد حفظ کرده. چون خروسه وقتی میره مرغ بازی، میره یه مرغی رو برای خودش جفت و جور کنه، سینه‌شو میده جلو. من دیدم ساعت‌ها من به خروس نگاه کردم، خدا شاهد. سینه‌شو میده جلو، جیلشو درست میکنه، تاج درست میکنه، یک قوقولی قوقول میکنه، بالاشو باز میکنه، یه مانور رو میتینگ دور مرغه میره، دمشو نشون میده، به مرغه میگه سینه رو عشق کن، صدا رو کیف کن، قوقولی قوقول رو ببین. اگه من شوهرت بشم همه خروس ها محله خوش دیفترم. من ندیدم یه خروس بیاد به یه مرغی که عاشق شده بگه میخوای برات تخ کنم؟ مرغ نمیشه بابا، خروسیشو حفظ میکنه. جوانای امروز ما وقتی میخوان با یک دختری ارتباط برقرار کنن یا خودنمایی کنن مرغ میشن، خودشون دختر میشن، اشوه میان، نازک نازک حرف میزنن، دستبند دخترونه میزنن، موهاشون رو بلند میکنن، لباشون رو سرخ میکنن، زیر ابرو برمیدارن. پس برو یه اتاق عمل و شر رو کم کن.